این داستان زندگی من که گفتم کلاس زبان میرم و تو پارکا تمرین میکنم و کاری خاصی دیگه انجام نمیدم، چون میخوام به قهرمانی برسم. من خستم از زندگی، از دنیا، چون با دوتا موزیک گوش شدم قهرمان نمیتونید بشی. قهرمانی باید صبح تا شبتون رو بذارید قهرمان بشی. من یه دست شکستم، نمون کنید این از این. بعد در این که دستم شکستم مجبور شدم برم بوکس چون بیمه کشی هم دیگه رام ندادن. بیمه کشی رو دکتر قطع کرد، عملم انجام دادم، پلاتینوم و پینه اینا هم پینه هم چیزه. باید من قهرمان بشم. امروز قهرمان میشم و به همه ثابت میکنم من میتونم دوباره به کشتی برگردم. حالا نگاه کنید من کشتی میگیرم. من نامه کشتی گرفتم، من تازه میخوام کشتی دوباره شروع کنم و از بوکس هم دوباره ادامه بدم. بوکس و کشتی رو دوباره با هم ادامه بدم. داستان زندگی میان یه چیزیه که هم بوکس باید ادامه بدم هم کشتی رو. ما تازه دارم راه کشتی دوباره ادامه میدم و یه مدت هم 3 ماه، آره 3 ماه، تقریبا 3 ماه من باز 3 ماه و این ور 3 ماه این ور میشه 6 ماه که بوکس کم کردم. 9 سالگی من کشتی رفتم و امسال هم میخوام قهرمان بشم و قهرمانی سختی داره. میخوام من قهرمانیمو به همه شما ثابت کنم و با من همراه باشید.